یا من یحق الحق بکلماته، ای خدایی که با کلمات وحی حقیقت خودت رو ثابت کردی. یعنی اگر از قرآن بدونه به حقانیت خدا پی میبره. قرآن کافی است. یا من یقبل التوبة عن عباده، یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین شخص و قلبش حائلی. یا من لا تنفع الشفاعة الا باذنه، ای خدایی که شفاعت کنندگان به اذن توست. خدای میشه امشب اجازه بدی به علی اولاد علی، به 14 معصوم شفیع ما هم بشن. ما امشب گفتیم یا علی یا علی یا نه امشب که عمریست من علی میگویم، در حال نشاط هم علی میگویم، یک علی گفتم انشاءالله تا آخر هم علی میگویم. خدایا در سکرات موت ما رو از شفاعت قرآن و اطهارت محروم گردان. یا من قبل من زل عن سبیله، یا من لا معقب لحکمه، یا من لا رد لقضائه، یا من غاد كل شیء لامره، یا من السماوات مطویات بیمینه، ای خدایی که آسمان ها به دست قدرت توست و وقتی قرار باشه این آسمان زمین برچیده میشه مثل تومار به هم پیچیده میشه. نه آیات قرآنه. یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، ای خدایی که بادهای رحمت رو برای بشارت ما میفرستی. سبحانک یا الله